دیدگاه دیدگاه بیانگر فلسفه سیاست و تحولات جهان معاصر. تاجیکستان سیاستی درهای کشاد را پیش میبرد. 46% حتی شاید بیشتر از این هم هست اهالی کشور افغانستان را تاجیکا تشکیل میدهند. کاهش یافتن ذخیره‌های آب در دریاهای فرامرزی الکی امروز در اکثر کشورهای جهان احساس می‌شود. سوال در اینجاست، پرسش اینجاست که چرا طالبان مردم را بند می‌کشند؟ جامعه جهانی چرا خاموش است؟ هیچ وقت رهبریت تاجیکستان نسبت به گروه‌های تروریستی سیاستی دوگانه را پیش نگرفتند. خاص زنایی است که به او حق داده شود. بهترین دانشمندان را این مادرها بوده تقدیم کرد. زیاده از 1.5 میلیارد مردم سیاره از آب نوشاکی تنفسی میکشند. هر چیزی که میمونیم آگاهانه کنیم، ما باید غفلت نداشته باشیم. سرزمین زیبا و با و اجدادی ما را تسلیم تروریستا میکنین و نخبه‌ها و نسل آینده وطن ما را به کشور خودتون. نگاه به مهمترین جنبه‌های زندگی امروز بشر، تجزیه و تحلیل روندهای سیاسی و اجتماعی آن در برنامه دیدگاه. با درود دوباره به ادامه برنامه دری خوش آمدید. همراهان عزیز، در این قسمت نشرات دری برنامه دیدگاه را تقدیمتان می سازیم و ما زرنگیز محمدالله مسئول برنامه با شما می باشم. همراهان عزیز، تصمیم گرفتیم در برنامه روی اهمیت رکلام یا ترغیب در جهان معاصر این برنامه را تهیه نماییم، چرا که به طور معلوم حیات امروزی جامعه به نقش رکلام غیر قابل تصور است. و دوستا، در ارتباط به اهمیت این موضوع صحبت انجام دادیم با مهر صابریان، کارشناس تاجیکی. یک صحبت خوب و وسیع در ارتباط به تأثیر رکلام یا ترغیبات در حیات اجتماعی و اقتصادی کشورها و انسان هاست. و اگر ما رکلام را در جهان معاصر فقط در یک محدوده اقتصاد و بازار اگر تصور بکنیم، اما موقع ترغیب در جهان معاصر وسیع تر از این است و حتی تأثیر آن به حیات همروزه اجتماع سریع تر است. خب دوستا، حالا میریم صحبت مهر صابریان، کارشناس تاجیک، کارمند انستیتوی آسیا و اروپای اکادمی ملی علوم جمهوری تاجیکستان را در این مورد میشنویم. طوری مشاهده میکنیم امروز توسط شبکه‌های تلویزیونی، شبکه‌های اینترنتی از کشورهای رشد یافته جهان یا که کشورهای رو به رشد در حال رشد قرار دارند، در بیشتر بخش‌های حیات این کشورها ترغیب محصولات یا که حیات جامعه آنها یا مراکز سیاحی یا اصلا حیات اجتماعی این کشورها ترغیبات بیشتر صورت میگیرد که ما از شبکه‌های تلویزیونی یا که اینترنتی هم در هر یک قدمی را مشاهده میکنیم. می توانید بگید که نقش همین ترغیب یا رکلام در رشد یک کشور تا چه اندازه مهم است یا موقعی دارد؟ خب، پیش از همه قید کردن ضرور است که این تبلیغات یا خود رکلام در مجموع به دو قسم تقسیم می شود. یکیش این ترغیبات تجارتی است که در آن هم استحصالات و خدمات رسانی و هم توریسم داخل می شود، و قسمت دیگرش این ترغیبات اجتماعی است که این هدف اساسی این چنین ترغیبات دیگرگون سازی رفتاری جامعه و باز هم مهمتر این آگاهی دادن جامعه نسبت به یک کشور، به یک فرهنگ، به یک روش زندگی و حیات یک جامعه و پیش از همه آگاه کردن مردم از مشکلاتی که در جامعه وجود دارد و پیشنهاد حل آنها. اینها همش در ترغیبات اجتماعی وارد میشوند. البته اگر ما رشد اقتصادی را در نظر گیریم، چون که معلوم است پایه رشد اقتصادی و قوی شدن هر یک دولت از نقطه نظر اقتصادی این شرکت‌های قوی هستند و شرکت‌ها همیشه برای زنده ماندن در بازار به رکلام احتیاج دارند، چون که یک عباره‌ای هست که رکلام محرک تجارت است. این یک آگاهی رسانیدن به مردم درباره محصولات و خدمات رسانی که این شرکت استحصالی و خدمات رسانی پیشنهاد می‌کند، یک آگاهی رساندن به مردم که چطور باید را استفاده برد و از این چطور منفعت میتوان گرفت. و این رکلام ها خوب در شکل هم گوناگون میشوند که ما امروز بسیاری از آنها را در تاجیکستان خود داریم و سال هاست که ما به شبکه‌های بین المللی هم دسترسی داریم و میبینیم که چطور شرکت های گوناگون در سطح بین المللی و در کشور ما با رکلام
مشغول میشن. البته ضرورت و هدف های این رکلامه ها معلوم هستند و پیش از همه کوشش میکنن شرکت ها که در بازار در برابر دیگر کشورها معرفی گردند، چون که وقتی که رقابت هست در بازار و تنها با یک بلند بردانی صفتی محصولات خود نمیتوانید با رقیبان ایستادگی کنید و در اینجا شرط و ضرور است که باید که در برابر آنها رکلام کنید، در برابر آنها با تمام نوع رکلامه هایی که وجود دارد در برابر آنها در فضای تبلیغاتی هم حضور داشته باشید و هر یک محصولات نو، هر یک خدمت رسانی نو، هر یک تقویت خدمت رسانی و محصولات های کهنه باید که با مردم معلوماتش رسد و مردم آن مشتریان احتمالی سری وقت آگاه شوند، جلب شوند. برای همه این هدف پیش از همه این درآمد است و درآمدی به دست آوردن. معلوم است که از درآمد شرکت ها در مجموع دولت درآمد بسیار میگیرد و از درآمد دولت این معلوم است که هم ساحه های اجتماعی و هم اقتصادی و هم معارف حربی و امنیت همه اینا تامین میشن و یک دولت در اساس رشد همین شرکت ها میتواند که قوی شود و چون که میدونیم سودی این رکلام برای یک شرکت تنها این است که در بازار موقعی بیشتر پیدا میکنه، یعنی که بازار را تسخیر میکنه بیشتر با واسطه رکلام و میون راه در اینجا باز کم میشوند، یعنی که برای رسانیدن آگاهی برای یک محصولاتی نو صدها میان رو در کار نیست برای تبلیغ این در کوچه و یا که با واسطه تقسیم کردن ورقه های آگاهی، بلکه این با واسطه یک تلویزیون یا رادیو یا با واسطه شبکه اجتماعی میشود که با مدت کوتاه با اون قشر اهالی که هدف دارید میرسونید شما یک آگاهی را و درباره این محصولات خدمت رسانی نو و تیزتر هدفهای خود را پیاده می‌سازید و شرکت خود را قوی‌تر می‌سازید. خب البته در برابر سود منفعت هایی که رکلام می‌آورد باز این یک ساحه‌ای است که از طرف گروه‌های منفعت خواه استفاده می‌شود و آنها با واسطه رکلام و رسانیدن اخبارهای بردروغ یعنی زیانش هم است. بله زیانش هم است. اگر زیانش را ما در سطح یک شرکت نگاه کنیم، این پیش از همه ما می‌بینیم که در اون شبکه‌های بزرگی که باید رکلام جایگیر شود آنها نرخ بلند دارند و متاسفانه نه هر یک شرکت خرد و میانه میتواند که چنین رکلام را در آنها جای دهد. اینها بیشتر قناعت میکنند با یک سطح پستری که نتیجهش کمتر است و این یک رقابتی مشکل را برای شرکت خرد و میانه با شرکت‌های بزرگ به میان میاد که میتواند باعث ورشکسته شدن این شرکت‌های خرد و میانه گردد. برای همین این یک زیانش است و یک زیان دیگرش چنانی که تاکید کردیم این با راه نادرست هدایت کردن جامعه این از طرف گروه‌های منفعت خواه می شود و آنها برای پیاده کردن هدف‌های خود بیشتر در مخصوصاً سال‌های اخیر شبکه‌های اجتماعی را استفاده برده ایدئولوژی خود را بیشتر ترغیب می‌کنند که این یک یا که همان محصولات ضررناک خود را ترغیب می‌کنند که این یک ضرر به جامعه دارد. اگر از نقطه نظر تجارتی بگوییم برای مثال طبق قانونگذاری اکثر کشورهای جهان از جمله تاجیکستان تبلیغ کردن و رکلام کردن محصولات تامباکو، محصولات الکلی، اسپریتی ممکن نیست. اما ممکن است که اینها به طور پوشیده در شکل ورقه باشد، در شکل یک شبکه‌های اجتماعی با هویت‌های جعلی باشد، آنها توانند که این مسائل را رکلام کنند و به مردم رسانند، یعنی که خوب نیست. و معلوم است که بخش دیگری این ترغیبات و رکلام این ترغیبات اجتماعی است که این هم یک سود زیان‌های خود را دارد و سود زیان‌هایی هم میتوانند برابر با سود زیان‌های رکلام‌های تجارتی باشد. پیش از همه قید کردن ضرور است که تبلیغات اجتماعی این هدفش رسانیدن آگاهی درباره فرهنگ و هویت و درباره چی بودن یک دولت، یک مردم، یک فرهنگ بر پیش از همه خود نسل نوی همین جامعه است و بعداً با دیگر کشورها هست که معرفی کنند و بعداً از همه یک بخش مهمی این رکلام اجتماعی این است که آنها کوشش میکنند که با رسانیدن و تبلیغ کردن یک چیز رفتار اجتماعی جامعه را دیگر کنند، یعنی که این رفتار اجتماعی جامعه را به سمتی درست و به سمتی سازنده روانه سازند. بله در یک کشور روانه سازند و در این کشور یک فضای خوبی ایجادی و استحصال کنی و خدمت رسانی و یک فضای خوبی رشد و تکامل یک شخصیت و جامعه را به وجود آورند و مردم توانند که در این فضا آینده خود را سازد و آینده فرزندای خود را سازد و در این فضا فرزندای خود را تواند که در یک جوده درست تربیت سازد. همین آزمون هایی که راه اندازی شدن در وطن ما ترغیب شده میتوانند، یعنی حساب شده میتوانند. بله این هم عیناً یک راهی ترغیب علم و
سازندگی است، اختراعکاری است. مثلا در همین شب و روز آزمون فروغ صبح مرفع شده است که بیشتر در روزهای آخر ما در شبکه‌های اجتماعی و در مطبوعات دیدیم که بخشی اختراعکاری رفته ایستاده است و ما می‌بینیم که چه خیلی جوانان و نورسان با شوق یک چیز اختراع میکنن. البته ما نمیگیم که چیزی که آنها همچون اختراع آوردن این یک چیزی استثنایی است، ولی این نشون می‌دهد که با واسطه همین آزمون حکومت ما توانست که دقت جوانان رو با اختراعکاری و سازندگی زیاد کند و آنها میتوانند در آینده در این هوسمند شده بر اساس این دانشی که در این روند گرفتن با انستیتوت ها و یا پژوهشگاه های دولتی و که شخصی وارد شوند و در آنجا یک فعالیت علمی داشته در نتیجه برای جامعه ما و با جامعه جهانی یا همکاری بیشتر رو با دیگر کشورهای رشدیافته همکاری کنند. بله ما چنین مثال ها رو بسیار داریم. از جمله یکی از همکاران ما مهرداد صبحانی که در هنگام کار در اکادمی علم ها با عالمان چین و ژاپن همکاری زیست داشت، امروز با دانشگاه شهر چنچانی چین دعوت شده است و در آنجا همچون پروفسور فعالیت دارد. این هم یک دستاوردی ملت ما است. این هم یک نتیجه همون ترغیباتی هست که توانست چون این جوانی رو هوسمند کند برای دست زدن به علم و این هم یکی از آن شخصانی هست که در المپیاده ها جام گرفت، در آزمون ها جام گرفت و این یک با واسطه تبلیغات این به این راه رفت و ما دیدیم که در ساختن کریر شخصی خود تا کجا رسید و ملت ما رو تا کجا معرفی کرد تا چین و ژاپن توانست معرفی کند. این هم یک نتیجه همین هوسمندگردانی ها هست که خوشبختانه سالهای اخیر در جامعه ما از طرف حکومت ما عملی کرده ایستاده‌اند. بله درست. شما تاکید کردید طوری چند نوعی ترغیب و رکلام است. امروز کشور ما با کدام نوعی از این ترغیبات یا که اجتماعی یا که اقتصادی بیشتر نیاز دارد؟ خوب مقایسه کردن اینها تا جای درست نیست، اما ما چونانی که میبینیم بیشتر در اینجا ترغیبات اجتماعی برای ما ضرورتش بیشتر است، چون که در حالی که ترغیبات اجتماعی بیشتر باشد و آگاهی مردم بیشتر گردد، مردم بیشتر احساس میکند که ما در یک جایگی میتونیم در این جهانی که پر از رقابت است، هم رقابت‌های فرهنگی و هم ایدئولوژی و هم تجارتی، در یک جایگی میتونیم عمل کنیم و با دیگران رقابت کرده سهم خود را از این جهان به دست آوریم، نگذاریم که حق ما را کسی دیگر خورد. در این حالت وقتی که ترغیبات اجتماعی بیشتر است و مردم با ترغیبات اجتماعی سازنده و تفکر آنها تغییر می‌یابد، در این جامعه ها فسادکاری کم می‌شود، در این جامعه ها فریبگری کم می‌شود و در جامعه که فسادکاری کم است، فریبگری کم است، البته شرکت‌های تجارتی رشد می‌کنند، چه استحصالی باشد، چه توریستی باشد، چه خدمت‌رسانی، هر چی که باشد رشد می‌کند و در این زمینه می‌توان که از این شرایط استفاده برده شرکت‌های ملی رشد کنند با استفاده از ترغیبات تجارتی. آنها چی بودن خود را و چی استحصال کردن خود را در کدام سطح بودن مصالح و خدمت‌رسانی خود را با هم استعمال کنندگان داخلی و هم خارجی رسانند و آنها در این زمینه یک رشد با سرعت داشته باشند و چون که قید کردیم رشد آنها زمینه رشد دولت است و قوی بودن دولت زمینه رشد همه دیگر ساحه‌ها است و معلوم است که در این جهت ما می‌توانیم که یک پیشروی‌های زیاد داشته باشیم از منفعت‌های به دست آمده از ترغیبات اجتماعی. و باز هم وقتی که یک بخش یک ساحه در جامعه اهمیت کلان دارد، این ساحه باز آسیب پذیر است و در همین حالت چنانه که ما دیدیم در سالهای اخیر ترغیبات اجتماعی از جانب گروه‌های مخصوصاً افراط‌گرا بسیار تاثیر منفی شد در جامعه ما رساند. نه جامعه ما، اکثر جامعه‌های اکثر کشورهای جهان از این ضرر دیدن و این آفتی که در سوریه و عراق آمد با تمام جهان را در لرزه آورد. از جمله از کشور ما هم جوانان زیاد به آنجا جلب شدند و مخصوصاً این نتیجه همون ترغیبات اجتماعی گروه‌های افراط‌گرا بود. متاسفانه البته در ترغیبات فرهنگی و ایدئولوژی پیش از همه ایدئولوژی محسوب می‌شود و در اینجا ما در آن سال‌های اول استقلال کمتر نادیده گرفتیم و یا کمتر ما با دیگر مشکلات گرفتار بود حکومت ما که این برقراری خواجگی خلق پس از جنگ بود و آنها توانستند که در اینجا تبلیغات خود را زیاد کنند و جوانان ما را به بی‌راهگی بران گمراه کنند و این نه تنها به سوریه و عراق ضرر رساند بلکه به خود جامعه ما هم ضرر رساند و ما می‌دونیم که چندین عمل‌های تروریستی در داخل کشور ما هم شد و چندین آنها پیشگیری شدن. برای ما معلوم است که برای پیشگیری یک عمل تروریستی در اونجا خراجات‌های هم ذهنی و هم مالیوی خیلی زیاد می‌شود. این هم یک زیانی ما بود. برای همین در این جهت هم باید کار کرد و نگذاشت که تبلیغات اجتماعی سوزنده یعنی که از طرف دشمنان این دولت و این ملت در اینجا جای داشته باشند و در برابر اون تبلیغات سازنده خود جامعه و حکومت اون روشنفکران رو بیشتر کرد و به مردم رسوند و مردم رو برای درست سفر برکنند.
درست است. طور شما هم تاکید کردید ترغیبات یعنی که می شود با یک رکلام یا ترغیباتی که زیان می آورد و طوری هم تاکید کردید همین حادثه هایی که جوانان را جلب می کنند به گروه های گوناگون و فعلا نیز فکر می کنم همین ترغیبات همین رکلام توسط کشورهای گوناگونی هم منطقه و هم خارج دور توسط فیلم های گوناگون که جامعه ما را فرا گرفتند که بیشتر با آنها جلب می کنند به تماشا کردن همین فیلم ها جلب می شوند و حتی خانواده فرزندان آنها را نیز جلب می کنند. چگونه مردم کشور را از همین ترغیبات دور باید کرد و به همون خودشناسی و سودی وطنی برگرداند؟ امکان دارد؟ بله، در این حالت در بسیار مورد بعضی به اصطلاح کارشناسانی هستند که این روند رو سیاه یا سفید می‌بینند یا که فقط در این روندی برای مثال مدیا یعنی که تلویزیون و اینترنت و ویدیوهایی که هست در این یا پورا بداخلاقی رو می‌بینند یا قسمی است که پورا افراطگرایی رو می‌بینند. اما در اینجا مخصوصا فرهنگ ما در یک میانجی قرار دارد، یعنی که در فرهنگ ما نه افراطگرایی مذهبی قبول است و نه بسیار اوریانگردی و بداخلاقی که در بعضی فیلم ها ترغیب می شود پسند است. برای این ما می توانیم که با واسطه استحصال چنین فیلم های شوق آور که در آن جایگاهی میانه ملت ما را که در یک میانه سازنده قرار دارد ترغیب کرد و به مردم رساند و با واسطه فرهنگ ملی یک روندی عوض‌شوی جامعه از یک قشری که به افراطگرایی می رود باید که عقیب گردد، یک قشری که به بد می رود اون هم باید که کمی عقیب گردد و با این یک میانجی رسد که در اساس آن ما توانیم که یک دولتی نمونوی داشته باشیم که می شود که به یگان پایمال کردن حقوق زن و پیچاندن یا بستن اون را در خانه یک جامعه خوش اخلاق داشت و می شود که به یگان ترغیب بد اخلاقی در یک جامعه آزادی هم زن و هم مرد را تامین کرد و زن و مرد خوشبخت باشد و با این راه می شود یک کاری کرد. اما در اینجا یک ضرورت خیلی جدی است که ما باید تاکید کنیم که هر یک ترغیبات در خود باید که زمینه داشته باشد. برای مثال وقتی که ما یک ترغیباتی شرکتی بین المللی سامسونگ رو میبینیم، میل آنها حتی میل اردها اهالی سیاره زمین با اون باور میکنند و در اساس اون میرود عمل میکنند، محصولات او رو میخرند. برای چی؟ برای که همیشه شرکت سامسونگ در رکلام خود وقتی که در اونجا چی تعریف و ترغیب میکنند یک زمینه دارند و مردم از محصولات با صفت آنها استفاده کردند و آنها رو باور میکنند. و اگر ما یک زمینه موافقی نداشته باشیم برای این ترغیبات اجتماعی یا چی تجارتی که میکنیم، اگر پولهای کلان هم صرف کرده ترغیب کنیم اون نمیتواند ما رو به هدف رساند. چون که درست وقتی که ما ترغیب میکنیم یک چیز رو تعریف میکنیم، برای مثال ما در سطح بین المللی ساحه توریسم خود را ترغیب میکنیم، ما باید که پیش از آن در زمینه های درستی که یک خارجی میخواد که در تاجیکستان داشته باشد، نه تنها یک مهمانخانه قابل قبول در یک کنج کشور در بین یک کوه، بلکه از پایتخت کشور که اکثرا از اینجا میان تا آنجا باید که ما در راه همه شرایط‌های را فراهم آوریم، چه شرایطی حاجتخانه باشه، چه شرایطی رستوران و کافه های سطح بلند باشد با همه تامینات تازگی و همه اینها باید تامین باشند که وقتی که ما پول کلان داده در یک شبکه بین المللی کشور خود را ساحه توریسم را ترغیب کردیم، آنها اومدن همه چیز را قناعت بخش شدند و توانند که در شبکه‌های اجتماعی یک نظر مثبتی هم، چون که عصر نو است و اکثری کشورها با طریق سنتیمنت انالیسیس میگویند، این یک تحلیل احساساتی آن توریست ها یا که هر استعمال کننده که باشد آنها پیشنهادی به توریست ها یا که به دیگر استعمال کنندگان میتیند. برای همین ما باید کوشش کنیم که پیش از همه زمینه برای چنین ترغیبات کردن داشته باشیم، چه ترغیبات اجتماعی است چه ترغیبات تجارتی است. برای مثال اگر ما برای ترغیبات توریستی باشد، ما میدونیم که سالهای اخیر بسیار مهمانخانه ها ساخته شدند در جایهایی که توریست ها جلب میشن، چه در بدخشان چه در ختلان چه در وادی زرافشان باشد یا در ولایت سوخت. اینها یک پیشروی هستند، اما در برابر این ما باید که همان سنتیمنت انالیزیسی آن توریست‌های میآیند خودمون گذرانیم و در اساس آنها چی کمودی هست پای در پای اصلاح کنیم و در برابر هر یک اصلاحات با یک رکلام و ترغیبات نو در شبکه‌های اجتماعی و در شبکه‌های تلویزیون رادیویی بین‌المللی وارد سازیم و همین چیز در ساحه تجارت هم میشود باشد. یعنی که وقتی که یک شرکتی ما یک رکلام میکند و باید که محصولات اون جوابگوی همون رکلام خود باشد و در قانون هم آمده است که وقت در رکلام باید که زیاده‌روی و گمراه کردن مردم نباشد، بلکه
چی منفعتی که محصول دارد باید همون را پیشکش است. وقتی که مردم از تبلیغات میبینند و محصولات خریداری میکنند و میبینند که این یک چطوری که در تبلیغات بود همون صفت ها رو دارد یا اقلا با اون نزدیک است و با این شرکت و با این محصولات باور میکنند و این یک ساختنی برند میشود که یکی از هدف های همین تبلیغات است. چی برندی دولت باشد، چی برندی ساحه توریسم یا دولت باشد و یا چی برند یا شرکت با مانند برای همین شرکت ها هم ضرور هستند که برای بلند بردن برند خود، برای تقویت بخشیدن به آبروی برند خود همین اساس واقعی داشتن تبلیغات خود را رعایت کنند و در اساس اون تبلیغات وارد کنند و در پیوسته و در مدتی دراز یا که یک مدتی میان مهلت میتوانند که برند سازند و وقتی که برند میسازند این هم یک نتیجه تبلیغات است و یک شرکت هم از کشور ما میتواند که با چنین راهها حرکت کند و با یک زینه‌های بلندی اعتبار در سطح جهانی رسد. خب به نظر شما چون آگاهی مسائل اجتماعی امکانیتی همین به دست آوردن یا که ساختن برند یا تهیه همون زمینه‌های مساعد هست در کشور ما؟ بله، البته تاجیکستان همچون یک کشوری دارای طبیعتی خیلی دخل جلب کننده میتواند که در ساحه توریسم چنین پیشروی کند و البته زمینه‌هاش رو دارد و فقط شرط اینجاست که باید که تبلیغات هم وابسته به واقعیت کشور باشد و در برابر این هر یک کمبودی که هست در آینده هم اصلاح شوند و ساحه توریسم در این کشور میتواند که یک آینده خیلی درخشان داشته باشد. در همین زمینه ما میتوانیم با ترغیب فرهنگ هویت ملی خود مردم خود را تربیت کنیم و آن را به سمت سازندگی و وطن پرستی بیشتر روانه کنیم. ما نمیتوانیم گفت امروز ما نداریم، اما ما میبینیم که یک قشر مردم در پهلوی حکومت ایستادن و سازندگی کرده ایستادن، یک قسم دیگر از طرف گروه‌های منفعت خواه بیرونی مسئول شدن و با منفعت دیگران و بر ضد دولت خود کار کرده ایستادن و ما میتوانیم که با راه تبلیغات اجتماعی و تبلیغات آن فرهنگ و هویت ملی خود اکثر مردم را به طرف سازندگی روانه کنیم و از ضرر و زیان آن گروه هایی که ذکر کردید امین نگه داریم. این پیش از همه امنیت خودی همین مردم است، بعد امنیت جامعه و دولت. برای چگونه همین تفکری هویتی همین یک قشه یا قسمتی که شما تاکید کردید چگونه همین را برای منفعت وطن خود باید برگردان؟ چگونه کدام راه‌ها هستند همین؟ البته در این زمینه راه‌ها زیاد هستند، اما در اینجا نه تنها ترغیب بلکه سهم معارف، سهم علم، سهم پدر و مادر هم زیاد است و طریق هم مطبوعات هم معارف و علم و اون کارهای علمی که در زمینه علم‌های گومانیتری می شود مردم را تربیت کرد و به این زمینه روان کرد. این یک بحثی خیلی دامنه‌دار می شود و تنها در جا نمی گنجد، اما این یک کاری سیستماتیک است که در این راه نه تنها ترغیب کرد بلکه همان علم و معارف هم باید که تقویت یابد و مردم رو برای یک آینده درخشان و برای قبولی همین آگاهی هایی که رسانده میشوند جهتی فرهنگ و هویت ملی آماده سازند. چون که ما میبینیم که در اکثر حالت متاسفانه از جانب عائله ها، از جانب نمایندگان دین و مخصوصا نمایندگان دین و مذهب از کودکی مردم آماده میشود برای قبول ترغیب آن گروه های بدخواهی که ما میبینیم. یعنی چرا آنها یک ارزش رو ترغیب میکنند و عائله ها هم برای نورسان و کودکان رو آماده میسازند که همین ارزش ها مقدس است، بچونه چرا باید قبول فرمایید. یعنی وقتی که با همین واسطه این گروه‌های همون افراطی هم خیلی زود به دست میارند اما منفعتی که ترغیباتی که خودشان. بله انا همین تجربه رو هم ما میتوانیم استفاده بریم، یعنی که آنها را محدود سازیم از شستن مغزهای کودکان و مخصوصا در عائله ها هم باید که این کار کرده شود و آنها را ما باید به جای این آماده سازیم برای قبول فرهنگ و هویت ملی. پیش از همه در اینجا سر می شود پدر و مادر اگر آگاه باشند از نامگذاری سر می شود که نام فرزندهای خود را ملی میگذارد و وقتی که نام برای مثال از شاهنامه میگذارد حتما کودک میپرسد که نام من چی معنی دارد و این از کجا پیدا شده است و یک قصه شاهنامه میشنود و از آن افتخار میکنند. همین خیلی وقتی که چنین تربیت مییابند اینها بیشتر قبول میکنند اون تبلیغات اجتماعی ملی خودمان را. یا به نظر شما در چند سالی که حکومت کشور ما برای آن همین ترغیباتی که برای هم خودشناسی و بیدار ساختن جامعه برای وطن دوستی و خودشناسی و فایده کشور خود کوشش میکنند، تلاش میکنند، به نظر شما کدام گام پیش رفتیم فعلا؟
خب البته چون که قید کردیم در یک 10 ساله بعد از جنگ همه مسئولان ما، حکومت ما، جامعه ما برای برقرارسازی خواجگی قشلاق سفربر شده بود. ما کمتر در اینجا وقت را از دست دادیم که گروه‌های افراطی مذهبی بیشتر به جامعه ما راه یافتن و اینها تا جای یک وضعیت ما رو متشنج ساختن و جوانان ما رو به طرف افراطگرایی کشیدن. و اما بعداً خوشبختانه خطر از جانب مقامات کشور ما از جانب حکومت سر وقت دیده شد و ما یک روندی سازندگی رو در میان جامعه به راه ماندیم و یعنی که آن گروه‌های افراطی رو تا جای محدود ساختیم. هرچند آنها با طریق شبکه‌های اجتماعی حالا هم فعالیت دارند اما علاقه در جامعه کم شدن و این در برابر توانستیم که یک فرهنگ و هویت ملی خود را بیشتر ترغیب کنیم. این 12 ساله گذشته رو یک خلاصه کنیم که مبارزه‌های هم مقامات ما هم جامعه خودشناسی ما همون قشری روشنفکری که با افراطگری مبارزه میبره در این شب و روز چی نتیجه به دست آوردن. البته ما از تجربه باز عبرت میگیریم و این مبارزه و این تبلیغات خود رو تقویت میدهیم و کوشش میکنیم که این روند به منفعت جامعه و دولت ما انجام یابد. تشکر. همراهان عزیز، صحبت میر صابریان، کارشناس تاجیک کارمند اینستیتوی آسیا و اروپای اکادمی ملی علوم جمهوری تاجیکستان بود در مورد حضور رکلامه یا ترغیب در جامعه معاصر. شما نیز تاثیر آن را در حیات اجتماعی انسان‌ها شنیدید و نگفته نباید گذاشت که امروز صورت ترغیبات پیشتر از هر نوع تکنولوژی معاصر و تاثیر آن بیشتر از همه تجهیزات جنگی است. به همین خاطر در استفاده رکلامه یا ترغیبات و فهمیش و استفاده آن در حیات خود حتما سواد، دانش، هویت و تندرستی و خودآگاهی از اساسی ترین عوامل برای یک انسان است. خب دوستی عزیز، اینجا برنامه دیدگاه را به پایان میبرم. امید از برنامه لذت بردید. تا دیدگاه دیگر، خدا نگهدار.